همه سلام علیکم تماشاگران عزیز. این نوار برای انسانایی که بسین دارن، برای همه کدومی که بسین دارن خوب تماشا کنین. چخیلی که میدونیم بسین زمستون باید آش یکمش که نیم باید بکنین برای نکفیدنش. دیمش نوز شما در نشون میتونیم چکو کنین که بسین نکفه. یک خیلی پانی آش میگیرن خواه خواه مکنیمش هست اون درش برف میدورد. حاضر ما در روسیه در شهر ایستر قرار داریم. چهلی که میدونیم نیستن همه جا برف بردگی های. حاضر من شما در نشون میتونم چکنه بس نکفه رفتیم و کدریوس تاک برادارو اینا بسینی ما نمیجا در پیش بانیخش رو ولی ما نهی گرد گوشه دپکه میزنیم نصیب باشه فسان منیم. خواب رفتیم چخیلی که دیسی اونجا یخ کده اونا بسین یکمش آنیم میکنین نه همه مطار دل جگرش در تایمون اونا چهار کن جای اوجه همشه گرفتگیم بیزت این همه چیزا بگیرین که یخ میکفونه. خوب اینه با قشکورت دیسین یخ ولی من نقفیدمشه دی یا میجنبن نه یخ کدگی نه که میجنبنه یخ نه گرد یخ دیسین نه چی میدیسه یخ نه باقلاشای او دیره میگیرین درونش تنیم که قم میدازین تمام چند قیخ کگه دیدی نکی میجنبه وقتی که باقلاشکو که جنبیدن ما اینا راست نمیخواه موندگیشیم ولی بعد یکمون چی پیدامون میکنیم. وقتی که باقلاشکو که جنبیدن داری نشونیم برای باقلاشکو پلاسماسین خیلی خیلی غوض شده مقصد چیشتن میگیرم یا که بگریم هر روز یک شب بشکنین ولی یخ ولی تنیک ولی غوض میشه تمام. نه باقلاشکای او دیره میگیرین در درونش قمدوزه میگیرین در درونش نه چند تا بسین سه با خدا دروغم نکنه ششای یا هشتای های نمبر مادر از میرش نه 2 4 6 قریب 18 تا باقلاشکای میمونین تمام بسین تو نمیکفه انشالله که با بهاری میگیریم میپرتیم با آب پر میکنیم با باز کردن میگیریم. هذا من نوار معقول شد لایک ابجقه دستگیری کنین انشالله با در آینده ما جورم را بود کردیم با ویدیو میکنیم نشون میتونم. خدا نگهدار.